سلام، به چنلم خوش اومدین. بیاین که بهتون زبان شیرین تایلندی رو آموزش بدم. Let's go. کلمه بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم کلمه که بهتر بگم صدا هست. صدای ا هستش که تایلندی ها بهش میگن سر ا، یعنی صدای ا رو بهمون میده. و برای صدای ا ما باید این خط ما میکشیم و این شکل، مثل یه عصایی هستش. این در اصل چیه؟ این در اصل اون کلمه، مثلا فلان کلمه‌ای که ما میخوایم بنویسیم. مثلا حالا به جای این خط ما میتونیم کلمه میم رو بذاریم، کلمه ن رو بذاریم، کلمه س رو بذاریم، فرقی نمیکنه. در اصل ما با این کار داریم که این بعد از کلمه، حالا بعد از هر کلمه‌ای بهمون صدای ا رو میده که بهش میگن سر ا. حالا توی انگلیسی بخوام بگم در اصل همون ای انگلیسیمون، یعنی هر کلمه‌ای که ای انگلیسی داشته باشه، دقیقا هر کلمه‌ای نه، ولی در اکثر مواقع کلماتی که مثلا ای انگلیسی داشته باشن رو ما از این استفاده میکنیم. حالا توی مثال ها باش بیشتر آشنا میشین. ممنون از اینکه تماشا کردین. لطفا لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. I love you big much.